ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش اظهارات اقدام دادستانی کل روسیه برای تروریستی اعتراف نمودن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را اشتباه بزرگ سیاسی و مخالف منفعت‌های دو ملت دانست. زبیدالله رازق عضو 80 ساله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در زندان برای ویران نمودن ترتیب نظام محبس به شعبه جریمه‌ای انتقال دادند. معلوم شد که تاجیکستان و ترکمنستان کی سازشنامه دوستی کشورهای آسیای میانه را امضا می‌کنند. دولت بالتایف مشتزن تاجیک در شام باکسی بین المللی در یکاترینبورگ شرکت می‌کند. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با پخش اظهارات اقدام دادستانی کل روسیه برای تروریستی اعتراف نمودن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را اشتباه بزرگ سیاسی و مخالف منفعت‌های دو ملت خوانده گفته است روسیه می‌تواند دستاورد بزرگ دیپلماتی و سیاسی کشور خود و ملت تاجیک را کاملا از بین ببرد. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این نظر است که امامعلی رحمان از وضع ناگوار روسیه سوء استفاده کرده این خواسته دیرینه خود را بالاخره توانست بالای مسکو تحمیل کند. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان روسیه را در اظهارات خود همچون یک کشور کفیل و میزبان چندین دور گفت و شنید صلح تاجیکان یادآور شده است. تاکید شده است که سهم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در استقرار صلح تاجیکان و منطقه بارها از طرف مقامات بلندپایه روسیه، کارشناسان و دایره‌های علمی قدردانی شده است، ولی این اقدام ناسنجیده مقامات روسیه می‌تواند دستاورد بزرگ دیپلماتی و سیاسی کشور خود و ملت تاجیک را کاملا از بین ببرد. ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این باور است که امامعلی رحمان از وضع ناگوار روسیه سوء استفاده کرده این خواسته دیرینه خود را بالاخره توانست بالای مسکو تحمیل کند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تاکید بر این کرده که نوبت از اتهامات و فشارها روش انتخاب کرده خود را تغییر نداده تنها با راه‌های مصالحت‌آمیز مبارزه‌های سیاسی خود را ادامه خواهد داد. همزمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دعوت کرده است که مقامات روسیه از این اقدام دادستانی کل کشورشان پیشگیری نماید تا نقش مسکو را همچون کفیل صلح و کشوری منفعت‌دار به صلح و استقرار در منطقه حفظ کند. زبیدالله رازق عضو 80 ساله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که سال 2015 بازداشت و 25 سال حکم زندان گرفته بود برای ویران نمودن ترتیب نظام محبس به شعبه جریمه‌ای شیزا انتقال دادند. رادیوی آزادی با تکیه به یک منبعش در زندان نو شهر وحدت که زبیدالله رازق آنجا نگهداری می شود نوشت او را 5 روز پیش برای ویران نمودن نظام اتاقی که به سر میبرد به شیزا انتقال داده شد. گفته می شود در شیزا این پیرمرد زندانی 15 روز ادای جزای جریمه‌ای می کند. منبع این خبر به رسانه شرح نداده است که محبوس 80 ساله کدام نظام زندان را ویران کرده است. به گفته پیوندان محبوس، مقامات محبس بعد اینکه 4 نفر از اعضای محکوم شده حزب از جمله زبیدالله رازق به پرزیدنت نامه نوشته خواهش بررسی دوباره پرونده هایشان را کردند، نسبتشان پیوسته مقامات محبس به احترامی می کنند. هر گونه شکنجه ظلم را ناوابسته از سالخوردگی به آنها روا می بینند. اما طبق اطلاع یک منبع پیام که در زندان نو شهر وحدت کار می کند، سبب جزا گرفتن زبیدالله رازق ادای نماز شب تهجد بوده است. او ساعت 2 شب هنگام خواندن نماز دستگیر شده است. در این وقت طبق نظام این زندان نماز خواندن منع بوده است. اتاق جریمه‌ای یا شیزا زندان در داخل زندان می باشد که شرایطی به مراتب سخت‌تر دارد. برای مثال در آنجا امکان دراز کشیده خوابیدن وجود ندارد. نم سرد است و عادتاً پر از کیک و شبشک می باشد که جوانان به سختی در آنجا مهلت می‌گذرانند، چه رسد به موش سفید 80 ساله. تاجیکستان و ترکمنستان در آینده نزدیک سازشنامه دوستی، همسایگی حسنه و همکاری کشورهای آسیای مرکزی را امضا خواهند کرد. در این باره در یک نشست مطبوعاتی وزیر کارهای خارجه قرقیزستان جینبک کلوبایف خبر داد. به گفته وی توافق در مورد امضای این سند در سطح وزیران خارجه حاصل شده است. کلوبایف میگوید تاجیکستان و ترکمنستان به دلیل سری وقت انجام ندادن رسمیات آمادگی در داخل دولت سازشنامه را امضا نکردند.
برابر آماده شدن حجت‌ها سازشنامه را امضا خواهند کرد. این روندها به گفته وزیر امور خارجه قرقیزستان شاید چند هفته طول کشد. Договор отвечает интересам всех стран Центральной Азии и дает новые возможности для сотрудничества. Поэтому то, что подписали три страны, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, и Таджикистан, Туркменистан не успели, это был чисто технический вопрос. Они объяснили, что поскольку в последний момент было, они взялись за внутригосударственную процедуру, они попросили тайм-аут в течение 2-3 недель, они проведут внутригосударственную процедуру и они подпишут. Поэтому здесь договоренность здесь на самом высоком уровне. Поэтому у нас есть полная уверенность, что наши соседи Таджикистан и Туркменистан подпишут соглашение, и этот договор заработает в интересах стран Центральной Азии. یادآور می‌شویم که روزهای 20 و 21 ایول در شهر چالپان آتای قرقیزستان جلسه چهارمی مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. در فرجام این جلسه رهبران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان سازشنامه دوستی، همسایگی، حسنه و همکاری کشورهای آسیای مرکزی را امضا کردند. اما سران تاجیکستان و ترکمنستان از امضا کردن خودداری نمودند. بعد امضا شدن این سند از جانب تاجیکستان و ترکمنستان 5 دولت منطقه موظف خواهند شد که مسئله های بحث برانگیز را در چهارچوب سازشنامه و تنها با راه مکالمه از جمله توسط ایجاد مکانیزم های مناسب همکاری ها در حالت ضروری حل کنند. جانب ها اینچنین خریطه راه را عاید به تطبیق سازشنامه برای 2 سال سالهای 2022-2024 تصدیق کردند. دولت بالتایف مشتزنی تاجیک در شام باکسی بین المللی در شهر یکاترینبورگ روسیه شرکت میکند. شرکت LCC باکسینگ پروموشن شام بین المللی باکس را با شرکت مشتزنهای روسیه، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار میکند. مسابقه سنه 6 آگوست در اکادمی هنرهای حربی روسیه میتنی کمپانی برگزار می شود. در این مسابقه 9 قوه آزمایی مشتزنها صورت میگیرد. در مسابقه از جمله مشتزنهای مشهور نیکیتا زانیه، ماکسیم چرنیچوک، دولت بالتایف، وادیم لوبسانوف و تیگران اوزلیان قوه آزمایی میکنند. گفتنی است در این مسابقه دولت بالتایف تاجیک مبارزه دومی کسبی خود را به نمایش میگذارد.